سلام همراهان عزیز همیشگی کانال بهار دانش. امروز براتون آموزش واویشکای رشتی با جگر گوسفندی دارم. اگه دوست دارین این غذای خوشمزه رو شما هم امتحان کنین، همراه من تا آخر ویدیو باشید. سلام دوستان، امروز با آموزش واویشکای جگر در خدمت شما هستم. اول این پیاز رو قشنگ خورد میکنین. اصلا هم احتیاج نیست که حتما رو نظم باشه. این واویشکا رشتیه که ما درست میکنیم. البته میتونه با دل و قلوه و چیزا هم باشه، یا اصلا کلا فیله گوشت باشه، حالا یا با مرغ فیله یا گوساله گوسفندی، یه چی باشه که اصلا نباید آب داخلش بره، خودش نرم باشه، بتونی بخوریش، احتیاج به پخت نداشته باشه. وقتی که آب نمیخواد بره داخلش، پیاز از هر طرفی بزنی مشکلی نداره، ولی برای توی خورشت سعی کنید نظم باشه. اینجور میخواد سرخ بشه هیچ مشکلی نداره. حالا در ادامه با شما هستم. اینم دنبه‌ایه که روغن خیلی کم میزنم، جاش دنبه میزنم به واویشکا. خورد کردم که بریزم داخلش. خب الان دارم جگر رو خورد میکنم. جگر اینکه روی پوسته ای داره روش که اونا رو باید شما بگیرید، خیلی نرم و لطیف بشه. لازم به ذکره که بهتون بگم که جگر برای افرادی که دیابت دارن اصلا خوب نیست و قندشون رو خیلی میبره بالا. من خودم زیاد درست نمی کنم، خیلی کم درست میکنم این غذا رو. یه حالا کباب جگر باشه، دیگه هوسی درست میکنم. در رابطه با گوجه، اصلا نباید آب گوجه به این جگرها برسه. یا بعضی میرن فلفل جلبه‌ای میریزن، اینا نه، اینا اصلا واویشکای اصیلی که مال گیلانه، فقط مواد گوشتیشه. یا حالا گوشت اردک میتونه باشه، یا حالا گوشت تیکه‌ای فیله باشه، یا بعضی یه ذره اناردونه هم دوست داشته باشن میریزن، ولی نه به جگر. مثلا واویشکای مرغ باشه یا واویشکای اردک باشه، اینم از سینه اردک استفاده میکنن. خب اینم جگرمونم خورد کردیم، میریم باقی داستان. خب دوستان ببینین، واویشکای ما پیازش در این مرحله رسیده. اینا هم دنبه هستن، نگران اینا نباشین، خیلی خوش طعمه توی واویشکا. کمی هم روغنش آب شده. حالا این وسط رو باز میکنیم، پیازا رو میدیم دور، مواد گوشتیمون رو میریزیم داخلش. شعله رو یک کم میکشیم بالا. خب در رابطه با جگر اینو باید بهتون بگم که جگر هر چقدر بیشتر بپزه سفت‌تر میشه. شما باید جگر خیلی حرارت کم بهش بدین تا نرم و لطیف باشه. و اینکه دیگه خودتون میدونید دیگه خونسازه، برای افراد دیابتی خوب نیست. برای کسایی که کمخونی دارن خیلی خوبه. من کمخونی هم دارم، بعضی اوقات دیگه گریز میزنم،
یه جگری هم درست میکنم جای همگی خالی. دوستدارانش اینا دربش رو نمیذاریم چون پخت بر میگرده اون بخار به سمت خودش، اون باعث میشه سفت بشه. اینو آروم یه شعله رو یکم میکشم پایین تر میذاریم آروم با حرارت خودش تفت بخوره. میذاریم آروم بر خودش هم مزه قشنگ این دنبه ها به جونش بره هم خودش جا بیفته. اینجا دیگه نباید دیگه زیاد شعله بالا باشه یا حالا درشو بذاریم آب بندازه، اصلا نباید این کارا رو بکنیم. اینی که دارم براتون درست میکنم واویشکای اصیل گیلانه. حالا نه به این که چیزی اضافه کنیم و خیلی آدما میرن خیلی چیزا اضافه کردن جغور بغور میگن اینا خیلی چیزا، ولی این نه، اینی که من درست میکنم اصلش همینه، چیزی بهش اضافه نکنیم. پیاز، مواد گوشتی، گوجه که براتون میگم گوجه رو چجوری باید بهش اضافه کنی در ادامه. ادویه هم فقط نمک، فلفل، زرجوبه، هیچ چیز دیگه بهش اضافه نکنید لطفا. در ادامه با شما خواهم بود. خب واویشکای ما در این مرحله که رسیده، این جگر ما خوب پخته. جگر نباید زیاد بذاریم، برخلاف گوشت که هرچی گوشت بذاریم نرمتر میشه بهتر میپزه، جگر نباید زیاد بپزیم. گوجه ها رو ببینید با پوسته چقدر چارقاچش کردن. این میذاریم وسط کمی تفت بخوره. چرا پوستشو گذاشتم؟ چون نمیخوام اصلا ازش جدا بشه، قاطی جگرها بشه یا آبی که داره گوجه پس بده به این جگرها. این وسط یه کمی سرخش میکنیم، شعله هم میکشیم بالا یکم سرخ بشه این گوجه ها. روشن که صداش قشنگ گوش کنید. دنبه ها هم قشنگ آب شدن. حالا این یکی از روش های واویشکایی که مثلا ما درست میکنیم. حالا با جگرش به این شکله. مرغ هست، اردک هست، گوشت چرخ کرده هستش، گوشت تیکه فیله هستش. اینا رو ما به هر طریقی که بعدم درست میکنیم بعد براتون آموزشش رو میذارم. جگرش به این شکله. در آینده براتون آموزش همه نوع واویشکا رو میذارم که بخورید و نوش جان کنین، لذت ببرین از واویشکای اصیل گیلانی. جای همتون خالی. نمیدونی چه عطری پیچیده اینجا.
گوجه که کمی سرخ شد برش گردونی به این شکل، اون طرفش هم سرخ شد. بعد دیگه غذامون حاضر. البته ما نارنج تازه هم داریم، جای شما خالی. نارنج هم سر آخر میاریم سر سفره. این سمت هم برنج کتمون در حال پخته. جای همه دوستانش خالی. دوستان جای شما خالی. ما دیگه شروع کردیم به خوردن. شما هم بدوید برید این غذای خوشمزه رو درست کنیم با آموزش من. نوش جان کنید.